سلام، من علی فیضی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب داکیودراما. سالواتور مارانزانو، کسی که جایگاهش توی تاریخ مافیای آمریکا با دیگران غیر قابل مقایسه است. قدرت و شکوه و جلال خیلی بزرگ و خیلی زیادی داشته و خودش رو همیشه با جولیوس سزار مقایسه می‌کرده. به دیگران این جمله رو همیشه میگفته که پادشاهی ها برمیخیزند، پادشاهی ها سقوط میکنند، مدعیان به تاج و تخت میرسند، اما فقط سزار میتواند حکومت کند و مدعیان محو میشوند. قشنگ با این جمله میگفته که من سزارم و هیچ کس نمیتونه جلوی من قد علم بکنه. راستم میگفته و تا یه دوره‌های همه مدعیان قدرت رو توی آمریکا سرکوب میکنه و توی نیویورک برای خودش یک امپراتوری بزرگ ترتیب میده. اما از همون راهی که و از همون روشی که رقیب اصلی خودش رو شکست داده بود و شده بود خدای قدرت توی نیویورک، از همون راه نهایتاً ضربه میخوره و حذف میشه. پس بیایید با هم سالواتور مارانزانو رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور به قدرت رسید، چطور خودش رو با جولیوس سزار مقایسه میکرد و چطور حذف شد. سال 1886 توی سیسیل به دنیا میاد، توی منطقه کاستلامار دل گولفو. از اون دورانش توی زندگی که توی ایتالیا داشته خیلی اطلاعات زیادی در دسترس نیست و کلاً راجع به این آدم خیلی چیزها رو نمیدونیم. حتی در مورد اینکه عکسش واقعاً کدوم یک از این دوتا عکس بوده هم کلی حرف و حدیث هست و تنها عکسی که ازش تایید شده آخرین عکسیه در آخرین لحظه عمرش که کشته می شده و اون رو FBI بعدتر از جنازهش ثبت میکنه. من این عکس رو حالا توی یوتیوب نمیتونم بذارم ولی توی کانال تلگرام و اینستاگرام داکیودراما میذارم، ببینید این عکس رو که آخرین عکسیه که ازش ثبت شده و تنها عکسیه که میدونیم مال مارانزانوه. ولی اینها باعث نمیشه که به سمت اون افسانه‌ای که ازش ساخته و پرداخته شده و خیلی هاش هم واقعیت داره نریم. کم کم توی مافیای سیسیل برای خودش یه کسی میشه و با خواهر توتورینا ازدواج میکنه. توتورینا رو اگر کلیپ قبلی مافیایی که راجب متو مسینا ساخته بودم دیده باشید میدونید توتورینا کیه. یکی از قدرتمندترین و مهمترین رؤسای مافیای سیسیله. این با خواهرش ازدواج میکنه و یه مدت بعد از جنگ جهانی اول مارانزانو به همراه همسرش میرن به آمریکا. اما یه نکته دیگه هم باید در موردش بدونیم و این خیلی شخصیتش رو عجیب‌تر میکنه و خیلی برامون جالب‌ترش میکنه. دو تا ویژگی داشته این مارانزانو و کلا چون آدم اهل مطالعه‌ای بوده به نظر میرسه این دو تا ویژگی رو داشته. یکی علاقهش به مذهب بوده، اصلا تا یه دوره‌ای میخواسته بره کشیش بشه، میره درسش رو هم حتی میخونه و جالبه توی این مسیر نهایتاً میره عضو مافیا میشه و کشیش نمیشه. و دومیش هم علاقه شدیدش به تاریخ بوده. حالا بعدتر که بیشتر وارد گروه‌های مافیایی میشه همیشه مثلا با یه دید تحقیرآمیز به اون خلافکارها و خرده‌پاها نگاه میکرده. اصلا اونا خوندن نوشتن هم بلد نبودن ولی این تاریخ میخونده، این از مارکوس اورلیوس حرف میزده، از جولیوس سزار حرف میزده و دائما از اونها نقل قول میکرده. این باعث میشد که خیلی کاریزمای قوی پیدا بکنه بین اون خلافکارها. نهایتا با آمریکا میره. ورودش به آمریکا مربوط به دورانیه که یک نفر غول اول و آخر قدرت توی آمریکاست، جو ماسریا. این جو ماسریا اون موقع لقبش باس آف باسز بوده، رئیس رئیسان. اما یه مدت طول میکشه تا مارانزانو سرشاخ بشه با ماسریا. اول میره اونجا یه مدت توی شغل املاک و کارهای مرتبط با ساختمونسازی برای خودش یه پولی در میاره. بعد میره سمت قاچاق مشروب. اون موقع دوره‌ایه که الکل ممنوعه تو آمریکا و خیلی مافیا داره پول در میاره از قاچاق مشروب. خود مارانزانو از این رو خیلی پول در میاره و کم کم این سیاستش رو نشون میده. این نشون میده که چقدر خوب از تاریخ درس گرفته بود که چطور باید قدرت رو کسب بکنه. کم کم پول در میاره و اون پولش رو خرج تشکیل یک تیم میکنه برای خودش. کم کم خلافکارها رو پیدا میکنه. توی بروکلین، ساکن بروکلین بوده و برای خودش یک گنگ تشکیل میده و وقتی قوی میشه گنگ خودش رو تشکیل میده با پول. حالا میره با جو ماسریا سرشاخ میشه. تقابل بین مارانزانو و ماسریا یکی از عجیب غریب ترین و واقعا جذاب ترین ورقهای کتاب تاریخ مافیاست. البته برای مایی که از
دور نگاه میکنیم و یک قرن مثلا گذشته نگاه میکنیم جذابه. اون موقع بهش میگفتن حمام خون راه افتاده بوده. حالا میرسیم به جنگ نهایی بین اینها، ولی حالا طول میکشه تا به اون جنگ برسن. دلیل اصلیش یعنی اون ریشه تقابل بین مارانزانو و ماسریا این بود که ماسریا و طرفدارانش عمدتاً کسانی بودن که توی آمریکا بزرگ شده بودن، یعنی فرهنگ آمریکایی داشتن، ولی مارانزانو و طرفداران مارانزانو پیروانش کسانی بودن که توی سیسیل بزرگ شده بودن و مهاجر بودن، تازه وارد آمریکا شده بودن. همونها یه نگاه تحقیرآمیزی به طرفداران مارانزانو داشتن، همینها یه نگاهی داشتن که ما اومدیم مثلا حقمون رو بگیریم، چرا به ما این نگاه رو دارید و اینها. حالا توی دار و دسته مارانزانو مثلا جوزف پروفاچی هست، جوزف بونانو هست که هر کدوم از اینا بعدها کله گنده های مافیای آمریکا میشن. توی دار و دسته ماسریا هم فرانک کاستلو هست، بعد مایر لنسکی هست و از همه مهمتر لاکی لوچیانو هست. در مورد لاکی لوچیانو هم اپیزود ساختم، هم ویدیو ساختم، اگر ندیدید حتما برید ببینید. لینک این دوتا ویدیویی که تا الان گفتم رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما ببینید، هم متئو مسینا رو و هم لاکی لوچیانو رو. پس دست هر دوتا پره و قویان. حالا ماسریا قوی تره دیگه، چون قدرت مستقر الان باساو همه بهش احترام میذارن، ولی مارانزانو تازه اومده گیم چنجر بشه، میخواد همه چیز رو به نفع خودش تغییر بده. پس ریشه دعوای اینا راجع به نسل بوده، راجع به فرهنگ بوده، راجع به نژاد بوده. بعد دیگه اینا کم کم میخورن به پست هم، میرن از کامیونای الکل هم دیگه دزدی میکنن، چندین بار نیروهاشون با هم درگیر میشن و نهایتا جنگ شروع میشه. جنگی که بعدتر به کاستلا ماریزوار مشهور شده، به خاطر اینکه گفتم محل تولد مارانزانو کاستلامار دل گولفو بوده. این جنگ هم به این خاطر چون اینا نهایتا پیروز اون جنگ میشن به این نام مشهور شده و خیلی جنگ مشهور و بزرگیه. از فوریه 1930 تا آوریل 1931 مردم نیویورک شاهد یک حمام خونین و بیرحمانه بودن که اعضای این دوتا گنگ علیه همدیگه به راه انداخته بودن. کسی به کسی رحم نمی‌کرد، تا میتونستن از همدیگه میکشتن و پلیس هم دیگه نمیتونست خیلی اینها رو کنترل بکنه، خیلی کاری بکنه، چون قدرت میخواستن. نهایتا در پایان این جنگ یه نفر باید پیروز میشد و قدرت رو به دست میگرفت. پیش میره تا اینکه توی گنگ ماسریا اعضای اون جوونایی که توی اون گنگ بودن میفهمن که ماسریا به ظاهر خیلی قویه، ولی این اون کسیه که احتمالاً بازنده میشه و حاضر نمیشن روی اسب بازنده شرط ببندن. ویژگی هایی توی مارانزانو میدیدن که مطمئن شدن اون پیروزه. اصلا نحوه تقابلش، نحوه ارتباط گرفتن با دیگران، اون لینک هایی که با خانواده های مافیایی داشته میگرفته و ماسریا شده بود مثل اون کسی که به ظاهر یه امپراتوری بزرگ داره ولی با یه بشکن ممکنه بریزه. از اون طرف اینها، همین لاکی لوچیانو و مایر لنسکی که توی گنگ ماسریا بودن، حالا به اینا بعدتر میگن یانگ تورکس، ترک های جوان. حالا نمیدونم دقیقاً فعلا وقت نکردم سرچ بکنم ببینم چرا به اینها میگفتن ترک های جوان. چیزی هم فعلا توی چیزایی که سرچ میکردم پیدا نکردم. اگر کسی میدونه لطفاً بگه، خیلی برام جالبه. قضیه چی بوده؟ ماسریا یکی از اون آدمایی بوده که خیلی سنتی فکر میکرده. مهمترین مسئلهش مثلا این بوده که آقا ما با یهودیا، ما با ایرلندیا، با کسایی که مثل ما مثلا آدم حسابی نیستن، حالا طبق تعریف خودشون، یا حتی با همین سیسیلیایی که تازه اومدن، ما با اینا همکاری نمیکنیم. ولی لاکی لوچیانو اصلا اینطوری نگاه نمیکرده. این نگاه مدرنی داشته، میگفته مافیا یک کسب و کاره، ما باید پول در بیاریم، ما باید یک کسب و کار بین المللی را بندازیم. یعنی چی با یهودیا کار نمیکنیم؟ رفیق شیش خودش مایر لنسکی یهودی بوده، بنجامین باگزی یهودی بوده، اصلا این حرفا رو قبول نمی‌کرده. با ایرلندیا، با بچهای سیسیل خیلی رابطه خوبی داشته و نمیتونسته با این نگاه سنتی و کلیشه‌ای ماسریا که فقط ما خوبیم بقیه بدن کنار بیان. این میشه که اینها شروع میکنن به توطئه علیه بالاسری خودشون، علیه ماسریا، و با مارانزانو هم میبندن، یعنی میرن با دشمن خودشون، با طرف مقابل میبندن. مارانزانو هم بهش قول میده، میگه اگر تو کلک ماسریا رو بکنی که این جنگ تموم بشه و من بشم باساو باسز، من
اختیار خانواده ماسریا رو میدم به تو، یعنی هر چی اون داره، هر منبع درآمدی داره مال تو، من هیچی نمیخوام از اون. و در آخر همین لوچیانو و لنسکی و چند نفر دیگه ترتیب قتل ماسریا رو میدن و یه روزی که توی رستوران رفته بوده اونجا مشغول غذا خوردن و بعد کارت بازی و اینها میشه، کشته میشه. و این تصویری که میبینید گواهی فوتشه که پلیس آمریکا تهیه میکنه که میگه چند تا مرد ناشناس بودن. آخرش هم کسی به اون صورت دستگیر نمیشه، یعنی خبری خیلی حرفه‌ای ترتیب قتلش رو داده بودن. لاکی لوچیانو یک نابغه به تمام معنا بود. اگر ندیدید واقعا ویدیو اون اپیزود لاکی لوچیانو رو بشنوید، خیلی این آدم نابغه بوده. و جالبه وقتی حالا این قتل اتفاق میفته 2-3 روز بعدش جنگ خونین کاستلاماریزه به پایان میرسه، حالا لوچیانو شده همه کاره گنگ ماسریا و مارانزانو تازه اومده بالا، تازه داره خودش رو بیرقیب میبینه و خیلی هم به لوچیانو علاقه پیدا کرده چون اون بود که کمک کرد که این بیاد بالا دیگه. این میشه که یه روزی مارانزانو از رؤسای تمام خانواده های مافیایی تو آمریکا دعوت میکنه که پاشن بیان و میدونید دقیقاً منو یاد اون صحنه‌هایی میندازه توی فیلم ها که مثلا یه پادشاهی برای اینکه قدرت خودش رو به رخ بکشه از تمام کشور دعوت میکنه، از حاکمان و مثلا رؤسای هر ایالت و شهر و قبیله و نژاد دعوت میکنه بیان و مارانزانو هم این کار رو انجام میده. وقتی رهبرای همه خانواده‌های مافیایی جمع میشن این میره بالا و براشون سخنرانی میکنه. حرفاش رو با یک جمله از مارکوس اورلیوس شروع میکنه، میگه این دنیا دنیای تغییره و زندگی ما رو افکار ما میسازه. یعنی داره میگه که ما وارد عصر جدیدی شدیم و هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، میتونیم بهترین رو برای خودمون بسازیم. از لاکی لوچیانو تقدیر میکنه، یه چاقوی خیلی خوشگل بهش هدیه میده و لاکی لوچیانو هم با چاقو دست خودش رو میبره، خونی میکنه. بقیه هم این کار رو میکنن که مثلا با خون خودشون سوگند بخورن، به قولی مثلا تعهد بدن به مارانزانو که از این به بعد حالا تو رئیس رؤسایی، تو شاه شاهانی، تو باسا باسزی و ما بهت متعهدیم. و مارانزانو حالا خودش رو جولیوس سزار آمریکا میبینه. یک کار خیلی مهمی که انجام میده مارانزانو اینه که تا قبل اون ماسریا یه نگاه خیلی دیکتاتور مآبانه داشته، یعنی همه اون خانواده های مافیایی فعالیت میکردن، این میگفته من رئیس همه شما هم، هر چی من بگم باید بشه. ولی مارانزانو خب باهوشتر بود، آینده نگرتر بود، این رو قبول نکرد. گفت نه، به جای این که من بیام بالا هر چی من بگم شما بگید چشم، 5 تا خانواده اصلی توی نیویورک ما راه میندازیم، برای هر خانواده هم یک رهبر تعیین میکنیم. این 5 تا رهبر خانواده ها توی نیویورک یک کمیسیون با هم تشکیل میدیم، من میشم رئیس این کمیسیون، ولی تصمیم گیری ها رو با هم دیگه انجام میدیم. و خیلی قدم بزرگی بود توی مدرن کردن مافیا، توی قدرتمند شدن مافیا و کاهش اون خشونت ها و جنگ هایی که با هم داشتن، چون هر مشکلی رخ میداده با هم حل و فصلش میکردن، با هم دیگه صحبت میکردن. این خیلی کار بزرگی بود. و حالا درسته لاکی لوچیانو کسیه که مافیا رو مدرن کرد، ولی خیلی وقتا از نقش مارانزانو و سالواتور مارانزانو غافل میشیم که این شروع کرده بود این روند رو و لوچیانو بعدتر، لاکی لوچیانو میاد ادامه میده این روند رو، شروع کننده مارانزانو بوده. حالا اون 5 تا خانواده توی نیویورک کدوما بودن؟ اولیش که خانواده مارانزانو، خود سالواتور مارانزانو میشه رهبرشون. دومیش خانواده لاکی لوچیانو که در واقع ادامه همون خانواده ماسریاس و رهبرشون هم میشه لاکی لوچیانو طبیعتاً. سومیش خانواده مانگانو به رهبری وینسنت مانگانو. چهارمی خانواده گالیانو به رهبری تامی گالیانو و آخریش هم خانواده پروفاچی به رهبری جوزف پروفاچی. حالا اینها خب عوض میشه بعدتر اسمشون دیگه. الان اون 5 تا خانواده‌ای که ما به اسم خانواده‌های مافیایی میشناسیم اینا نیستن. بعد اینها اسم خانواده‌ها تغییر کرده، رهبرانش عوض شدن و اصلا سیستما تغییر کرده. ولی اون 5 تا اولین خانواده‌ای که توی نیویورک تشکیل شده این 5 تایی بود که گفتم و اینها رو مارانزانو تشکیل داد. سالواتوره نتونست به اندازه جو ماسریا بر سریر قدرت باقی بمونه. شاید بد آورد، شاید خودش
یه جاهای اشتباه کرد، خیلی قدرت خوبی رو تشکیل داده بود ها، ولی نتونست استفاده بکنه. بعد جالبه این آدم کسی که هیچ وقت گیر پلیس نیفتاد، برعکس خیلی های دیگه، جو ماسریا و خیلی های دیگه بارها گیر پلیس افتادن. اون عکس هایی که علامات داریم از رهبران این خانواده ها، یکی از اون عکس ها همیشه اون عکسیه که پلیس ازش گرفته، یه تمام رخ یه نیم رخ، ولی اصلا همچین عکسی از مارانزانو وجود نداره چون هیچ وقت گیر پلیس نیفتاد. میدونید یک سیاستمدار بود کاملا و چون تاریخ میخوند همیشه از تاریخ درس میگرفت، همیشه گفتم مثلا سیستمی که برای قدرت خودش توی اون مافیا طراحی کرده بود کاملا بر اساس اون سیستمی بود که توی ارتش جولیوس سزار طراحی شده بود. خودش رو مقایسه میکرد و همیشه با آرامش و با طمأنینه تصمیم میگرفت، هیچ وقت عجله نمیکرد، هیچ وقت خودش رو یهو از دست نمیداد. لاکی لوچیانو تا این حدش مشکلی نداشت، میگفت خب این آدم آینده نگرتر از ما سریاس، باهوشتر، سیاستمدارتر، ما میتونیم پول در بیاریم حداقل، ولی خیلی حریص‌تر بود، خیلی طماع‌تر بود، به کم قانع نمیشد. از اون طرف یه ویژگی بدی که ماسریا داشت رو اینم داشت، اینم آدم نژاد پرستی بود، خصوصا در مقابل یهودیان. و گفتم رفیقای اصلی لاکی لوچیانو یهودی بودن، مهمترینشون هم میر لانسکی حالا. و اینو لوکی قبول نمیتونست بکنه که تو چرا اون اشتباه ماسریا رو داری انجام میدی، ما قرار شده پول در بیاریم، قرار شده بیزنس را بندازیم، طرف میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، هر کی که هست، چرا رو این چیزا انقدر حساسی؟ ولی مارانزانو با اون سنت قدیمی ایتالیایی بزرگ شده بود و نمیتونست با این مسائل کنار بیاد. و اینها گفتم ترک های جوان که مشهور شده بودن براشون خیلی پول مهم بود، نمیخواستن درگیر این چیزا بشن. و اون طمع مارانزانو رو که میدیدن که هی میگه من جولیوس سزارم، هی خودش رو مقایسه میکنه با اون لیتل سیزر، خیلی دیگه افتاده تو دهنا، نمیتونستن تحمل بکنن. این شد که لاکی لوچیانو و میر لانسکی تصمیم گرفتن که کلک این رو هم بکنن. ولی نکته مهمتر این بود که مارانزانو هم حواسش بود به این نیتی که تو ذهن لاکی لوچیانوه. خب اینها هر دوتا نقشه قتل ماسریا رو کشیده بودن و دیگه نمیتونستن خیلی راحت به هم دیگه خیانت بکنن، خیلی راحت‌تر نقشه هم دیگه رو میفهمیدن. هم مارانزانو قصد کشتن لاکی لوچیانو رو داشت و هم لوچیانو قصد کشتن مارانزانو رو داشت و یک دوئل شروع شده بود. هر دوتا میدونستن نتیجه مرگ یکی از این دو نفره. ولی توی دوئل شجاعت اسمش رو بذاریم، توی دوئل ریسک اسمش رو بذاریم، توی دوئل نمیدونم باهوشی اسمش رو بذاریم، توی این دوئل لاکی لوچیانو پیروز میشه. چرا که یه خورده زودتر یکی از اعضای باند میاد به لاکی میگه که ببین مارانزانو یه نفری رو به اسم مد داگ سگ دیوانه اسم مستعارش بوده، این رو گذاشته کنار، این قراره بیاد تو و ویتو جنووسه رو بکشه. این دیگه حواستون باشه قضیه چی. و لاکی میفهمه که خیلی دیگه بازی جدیه و اگر دیر به جنبه کار تمومه. به میر لانسکی میگه و لانسکی هم 3 یهودی رو تیم میکنه که اینا بشن تیم مرگ و تیم قتل مارانزانو. آخرش روزی که مارانزانو توی طبقه 9 ساختمون هلمسلی بیلدینگ مشغول کار بوده، اینها با لباس پلیس میرن گارد مارانزانو رو خل سلاح میکنن، چون اونا میگن خب اینا پلیسن دیگه، هرچی بگن نمیتونیم نبگیم، نمیتونیم درگیر بشیم که. و میرن توی اتاق مارانزانو میفهمه قضیه چیه، درگیر میشه باهاشون و اینها با ضربات چاقو اول و بعد با شلیک میکشن مارانزانو رو. و اون گفتم آخرین عکسی که و تنها عکسی که ما ازش داریم تو همون لحظاتی که از جنازش ماموران اف بی آی میرن و ثبت میکنن، که این عکس رو من توی تلگرام و اینستاگرام داکیودرما براتون میذارم، توی یوتیوب نمیتونم بذارم. و این عاقبت کسی که خودش رو جولیوس سزار میدید، همه چی هم درست چید، دقیقاً نقشه رو درست چید، ولی توی آخرین قدم باید چک اول رو میزد، باید اولین شلیک رو خودش میکرد، کوتاهی کرد و اجازه داد به رقیب خودش که اون بیاد و کار رو تموم بکنه. واقعا درس زندگیه، واقعا خود مارانزانو به بخشی از تاریخ تبدیل شد که ما میتونیم بخونیم و درس بگیریم ازش.
و طنز تلخ میدونید چیه؟ طنز تلخ اینه که هم لاکی لوچیانو و هم سالواتور مارانزانو با هم دیگه توی یک قبرستان دفن شدن، قبرستان سنت جان توی نیویورک، و گویا اونجا جاییه که خیلی از اعضای سرشناس مافیا هم دفن شدن، از جمله جانگاتی، از جمله جوزف پروفاچی، از جمله جو کولومبو، همه اینها اونجا دفن شدن. ولی اینکه لاکی لوچیانو و سالواتور مارانزانو که تقریبا نزدیکن به هم توی این گورستان کنار هم دیگه میشه گفت دفن شدن، این واقعا نکته عجیبیه. سنگ قبر مارانزانو یه سنگ خیلی ساده است، یه صلیب روشه، ولی لوچیانو یه خورده شکیلتر و یه حالت معبد مانندی براش درست کردن. این آخرین درسی بود که میشد از زندگی مارانزانو گرفت که نهایتاً میتونی کنار قاتلت بخوابی و نهایتاً آخر همه چی مرگه. خیلی ممنونم که تا آخرین ویدیو همراه من بودید و منتظر ویدیوی بعدی باشید. مرسی، بدرود.